تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 19. گردنشخی زنجیر. قلعه بحرپنجه از هر روزه سیرآدمتر بود. مهمانانی که شب در سور محبت خان اشتراک داشتند با کارهای خود به نزد دیوانبگی و دیگر منصبداران روا می‌کردند. در سرای سنگ برعکس آرامی سرتاسری حکم می‌راند. در اینجا شاه در شبستان خاصه خود عالم را از یاد برده سر در کنار زن دوست داشته‌اش نهاده بود. از ناله‌های حزین اسیران، غوغای خرمانه مهمانان و گلودرانی آوازخوانان که روز گذشته بیرون و درون کوشک را پر می‌کردند آثار نمانده بود. سرای سنگ چندین سال باز چنین آرامی را ندیده است. چنان سکوت بیکران که به قول پرزنی جبرائیل هم شنیده میشد. حتی بانک دربان باور نمیکرد که آفتاب به قیام رسیده باشد هم محبت خان غنوده و دنیا آسوده است. دیوانبگی قاضی چند نفر آقسخار را گسیل کرده به صحن قلعه وارد شد. بناخواست از قفایش صدای سم اسب بلند گشت و تفسن زنجیر دیمرغانی به دروازه درآمد. زنجیر از بالای رکاب به زمین پرید و با شتاب جانب دیوانبگی آمد. قاضی غری سبزرنگ پیشانی زنجیر را دیده در جایش ایستاد و پیش از آن که او چیزی بگوید با خنده گفت: زنجیر بیگ، زن نو سرت را به دیوار زد چی؟ زنجیر غضب‌آلود زهرخندی کرد و گفت: قاضی به من نوکران لازمند. چی گپ شد؟ بعد میگویم. نوگی زبانی آواز برآورد زنجیر و به سوی سربازخانه دوید. قاضی کتف در هم کشید و به حجره خود درآمد. باز یگان بخشاری اسیان کردگی است. از دل گذران دیوانبگی و به حساب درآمد خزینه از سور شاه مشغول شد. ساعت پس شور و مغل او را مجبور کرد که به صحن حولی برآید. راست در رو بروی در حجره‌اش زنجیر دیمرغانی دو آدم دستبسته خونالود را با قمچین زده به جانب زندان حی می‌کرد. سه نوکر که یکی میلنگید و دیگر گوشش را داشته به ترکی با حرارت چیزی میگفت و سومی کمان شکسته در دست داشت از پس زنجیر میرفتند. دیوانبگی بندیان را از نظر گذراند. یکمش مرد قاقینه خوبصورتی بود با رغزه سفید خاکالود و دیگر جوان بچه پرپیکری از سر تا پایش به خاک و خون آغشته. کیستند اینها؟ پرسید قاضی. نوکر کمان شکسته ایستاد و پاسخ داد: یک آخوان کافر ماجرا با شاگرد کلخرش صاحب. با اشاره دیوانبگی او پیش قاضی آمد. کو به تفصیل قصه کن، خواهش کرد قاضی. این قدر کوفته و بدحال میتابید. نوکر پاره های کمان را در دو پنجهش فشرده هیجان آمیز گفت: صاحب، زنجیر ما را به مکتب بخشار برد. گفت که باید دو خیانتکار را بگیریم. به حولی در آمدیم که همین پسرک بناخواست از کجای به من هجوم کرد و کمان را از دستم ربوده با آن ما را زدن گرفت. بعد آخانش به او همراه شد. هر چهار ما را چنان کوفت که اگر زنجیر با سنگ به سرش نمیزد خدا میداند جان به سلامت میبردیم یا نه. کمانم را شکست. همین جوان؟ پرسید دیوانبگی. چشمانش از غایت حیرت از میزه زدن باز ماندند. آره صاحب، این خیل بچه مرد را بار اول میبینم. قاضی با تعجب سر جنبانده به حجره‌اش برگشت. یقینا نبیره جهانگیر است. از دل گذراند بود. فقط شیر میزاید. این زنجیری کله‌بر کاری کرد که دیگر آرامی نماند. دیوانبگی میدانست که شاه اسیان مردم سرچشمه و بخشار را نمیبخشد. آرامی امروزه او هم فقط به خاطر آرامیش در بغل زن نوش نیست. وی در خلوت حتما نقشه جزا دادن یاغیان را هم میکشد. حالا باید به پیشواز جهانگیر آماده شویم.
وی نبیره‌اش را در زندان نمیماند. با خواطر اندیشید قاضی و به حجره آتیزول رفت. آتیزول ته یک لنگی در بالای نمد پرنقش قرغزی خود را به تخت پشت پرتافته یازیده بود و چون هر قرغزی به سردی چولهای پامیر عادت کرده از گرمی تابستان شغلان عذاب میکشید. یگانه گریزگاهش از گرما همین حجره سرقین قلعه بود که هم جای کار و هم مکان زیستش به شمار میرفت. برای زن و بچه هایش در سرای سنگ در قفای حرم شاه حجره علاهیده داشت. آتیزول از تشریف ناگهانی دیوانبگی خواطر شده چابک از جا خیست و یک تک خاکسترنگ درازش را به تن کرد. از سلام صاحب، میبینم که حادثه رخ داده است. بله اندوار. زنجیر کله‌بر کار را بیزیب کرد. چی کرده است؟ نمیدانم کدام جانور گزیده باشدش به مکتب بخش رفته نبیره جهانگیر را آورده به زندان انداخت. آتیزول از این خبر کرخ شد. میفهمی چی بلایی به سرمان آورد او؟ سخنش را دوام داد دیوانبگی. ها، گفت آتیزول، دیوانه شده است مگر؟ حالا سببش را نپرسیدم، شاید تو دانی، برای همین آمدم. آتیزول لباسش را پوشیدن گرفت. نه، من درک ندارم صاحب. میگویند که شغال را وقتش سر کرده باشد جانب آستانش میجغد. تفو. یگانه تدبیر درست این است که امر ده نبیره جهانگیر و آخوانش را آزاد کنند. آخر زنجیر در اطاعت من نیست. غیر از این شاید خود شاه فرموده باشد. دیوانبگی پیشانیش را مالیده لحظه اندیشه کرد و گفت برویم پیش زنجیر که دیر نشود. آنها به حجره زنجیر دیمرغانی رفتند. زنجیر با پیشانی ورم و پنجه بسته و چشمان غضب‌آلود خسته نو به حجره‌اش در آمده بود و کوزه را برداشته آب می نوشید. پس از نوشیدن آب کوزه را در تاق گذاشت. به مهمانان ناخوانده از زیر پیشانی نگاه‌های خشم‌آلود کرد و گفت فقط نگوید که این کژدم بچه فسین جنگره را آزاد کنم. ما برای همین آمدیم، گفت آتیزول. نه، داد زد زنجیر، روید خلل نرسانید. ورم سیاه شده پیشانی و وجاهت خشم‌آلود زنجیر او را به مسخره بازان مانند کرده بود. قاضی خنده‌اش را نگاه داشته نتوانست. دندانهایش را فشرد و درونکی خندید. آتیزول هم با استهزا زرخندی زد. این غری را به پیشانیت کی شناند؟ پرسید دیوانبگی و قیافش را جدی کرد. زنجیر ناخودآگاه دست به پیشانی برد ولی در زمان پایان آورد و غرنگید. به دیوار برخوردم و فشاس زد. من میدانم با اینها چی کنم. چی میکنی؟ پرسید قاضی. هر دو را سینه به سینه بسته با همین دستان خودم بوغی میکنم. زنجیر تو شوتره خورده ای چی؟ آواز بلند کرد دیوانبگی. جهانگیر برای نبیرش آتش آسمان را به سر ما میریزد. شما تنبانهایتان را از بیم یک گرگ پیر پر کرده باشید، من نکردم. سر این مار را میکوبم. دیوانبگی چون دید که غضب عقل جلاد را تیره کرده است، کوزه آب را برداشته به سرش ریخت. زنجیر سرش را تکانده از غایت غضب سوپ سرخ شد. عقلت روشن شده باشد، گپ مرا گوش کن. اگر امری مخصوص شاه را نداشته باشی، گپ من و دیوانبگی را بگیر و آنها را آزاد کن. فهمیدی؟ بانگ زد آتیزول. زنجیر غرید. امر شاه ندارم، لیکن کار میکنم که شاه هم به قتل این ماربچه و آخان او فرمان دهد. چی خیر؟ خواطرآمیز پرسید دیوانبگی. این کار من، پاسخ داد زنجیر. بروید و پرسیم کارتان شوید. زنجیر، جوانک را آزاد نکنیم، باید به جنگ جهانگیر آماده شویم، گفت دیوانبگی. اگر شاه داند که تو بیهوده چنین کار کرده ای، کله خودت را میکند. اما زنجیر پس نآمد. بهترش به جنگ جهانگیر آماده شوید. وقت مردن این مردار پیر هم رسید. نبیره نو از تخم برآمده‌اش شما 4 پهلوان را اینقدر خونین و زخمی کرده باشد، تو میدانی جهانگیر چه خواهد کرد؟ مگر جنگ او را از یاد برده ای؟ گویا همسال نبیره‌اش باشی و ندانی که با یک ضربه 10 مرد را میافکند. استیزید دیوانبگی. شما چی اینقدر میترسید؟ جهانگیر دیگر آن جهانگیر نیست. پیری فرتوت شده است. پایش را به زور میکشد. کودک او را به مشت کشته میتواند. باشد، به گپ همراه شد آتیزول. اگر آمد تو را به جنگش میبراریم. نبرارید. از غضب خراس زد زنجیر. من خودم برآمده روده هایش را به دستم میپیچانم. خدا قوتت دهد زنجیر، گفت قاضی. اکنون بگو که اگر مقصدت جنگ با جهانگیر بود، به آخان مکتب چی تاختی؟ زنجیر 2 مشتش را گره کرد و پاسخ داد.
این مولای پلیفته را التماس کردم که شب خانه آمده خطبه نکاحم را خواند، نآمد. مرا در نزد ولعمت و اهل خانواده هم شرمنده کرد. آیا تو کلورم نمیدانی که این وظیفه خلیفه دیمرغان است، نه آخان بخشور؟ شما از کجا میدانید که خلیفه قشلاق گپ مرا نمیگیرد؟ آواز زنجیر لحن شکوه را گرفت. مگر سرگذشتم را فراموش کرده اید؟ در دیمرغان میر موشان آبرو دارد و من نه. برای همین علمم را از آخان محمد دانا گرفتنی شدم که آن پسرک به میان درآمد. کسی را بخت برگردد، شکست اندر شکست آید. مقال خلق را با کشش مخصوص به زبان آورد قاضی. مرا میگفتی میکردم و سلام. تو در خدمت شاه بودی، نخواستم تشویشت دهم. کوتاه گپ کار را رسوا کردی، لیکن حالا که جهانگیر هجوم نکرده است، نبیره و آخانش را سر ده. سر میدهم لیکن سر نمیدهم. آهنگ گپش چنان قطعی بود که ادامه صحبت دیگر معنا نداشت. پس مرد باشو به مقابل جهانگیر برو، گفت آتیزور. دیوانبگی و سپهسالار حجره جلاد را ترک نمودند. مدتی در روی حولی با هم مشورت کردند. سپس قاضی برای از قضیه آگاه ساختن شاه به سرای سنگ رفت. زنجیر را هم با خود برد تا که اگر شاه پرسدش حاضر باشد. آتیزور در قلعه ماند. عیش ناتمام شاه. صبح تابستان بر وقت دمیده باشد هم در شبستان خاص چراغ‌های خوشبوی که مومشان آمیخته عود و عنبر بود هنوز می سوختند و دماغ شاه و عروس او را معطر می نمودند. محبت خان نزدیک صبح به خواب شیرین رفت. سروناز هم تمام غم و غصه خود را گویا در کوزه جمع آورده در گوشه گور کرده باشد. سر در حلقه بازوان توانای شاه شغنان که اکنون شوهر قانونی او بود نهاده ممنون و بی خواطر چرت میزد. در طول حیاتش تنها همین شب خوشبختی زنانه را با تمام جزئیاتش احساس نبود. احساس کرد که زن برای مرد چه معجزه هایی دارد که به خاطر آنها باید تنها یک عمر سزاوار دوست داشتن و مهربانی دیدن باشد. ولی افسوس خداوند مردان را چنان ساخته است که به تمام کار هده و بیهوده عالم وقت می‌یابند و به گوش کردن دل زن فرصت ندارند. درشتی و دشواری های زندگی مردان را سنگدل و تندخوی می‌گرداند. به آنها امکان نمی‌دهند که برای خود و اطرافیان خود زندگی آسوده و آرام مهیا سازند. زن جنگ نمی‌خواهد. می‌خواهد که مرد دوستش دارد و نوازشش کند. می‌خواهد برای مرد دوست داشته‌اش بچه زاید و او را به مهر کلان کند. می‌خواهد فرزند پرورده‌اش کسی را نآزارد، شکار کند، گاو و مال زیاد داشته باشد، خانه و در سازد، زمین بشکند، کشت کند، غله بسیار بردارد، پدر و مادر پیرش را تیماردار باشد. لیکن این مردان پرخاشجوی کی به دل زن گوش می‌دهند؟ آدم هم حسابش نمی‌کنند. مهربانترین آنها زن را سایه مرد می‌شمارد و بس. باقی مانده مخلوق پستش می‌حسابند. آنی را که انسان می‌زاید به او شیر می‌دهد تا صاحب عقل و توان شدن او را در دامن خود می‌پرورد. مگر این از روی عدالت است؟ حتی زن شاه خوشبخت نیست. سروناز در حرم شاه در طول عمرش یگان زن خوشبخت را دچار نآمده است. همه آنها به مثل او و مادرش در دل زخم ناسور دارند. از ولعمت‌های درباریان دیده زنان فقرا صدها بار خوشبخت‌ترند. آنها صاحب خانه و در، مال و حال خانواده اند. آزادند، به خویش و تبار و همسایه اشان رواها می کنند. از هوای تازه ده و درن نفس می گیرند. به سور و تماشا می روند، می رقصند و سرود می خوانند، مامادایه و هلچیزن می شوند. سروناز آهسته به سینه شوهرش دست گذاشت. انگار از سینه شاه موج ناعیان گرمی به تن او گذشت و به رگ و پایش پراکنده شد. بدن سروناز از احساس محبت و خوشبختی پر گشت. دلش جوش زد، شیرین شیرین تپید. دو قطره اشک سوزان خوشبختی از چشمانش جوشیده به رخسارهایش تراوید. شاید با چنین حال پرمسرت شاه تا آخر این روز شهدبار از کنار زن محبوبش اندیشه برخاستن نداشت.
ولی آواز کشاده شدن در و سلفه های دروغ بانک از پشت پرده از آن درک دادند که حادثه اتفاق افتاده و امر او را منتظرند. محبت خان لباسش را پوشیده از شبستان برآمد. بانک و بیغمشا با یک ته و شلوار تازه و دستار گرمابروی در پس در ایستاده بودند. چی خبر؟ پرسید شاه. قاضی دیوانبگی گپ نهایت مهم داشته است. خبر داد بانک. تو همین جا باش، من آبتنی کرده می آیم. فرمود شاه به خواجه سرای. یکی ولعمت را چیزی لازم شود. محبت خان و خانک به گرمابه رفتند. کنیزک را نکاح کردی؟ نه شاهم، جواب داد گناهکارانه بانک. برای چی؟ ناراضیانه پرسید شاه. فرصت نشد شاهم، دیروز سور بود، در خدمت بودم. بانک این بهانه نمی شود. تو چه حد داری که امر شاه را اجرا نکنی ابله؟ گناهکارم شاهم. قاضی را نپرسیدی که چیکار دارد؟ نه شاهم. بیرو زنت را به حجرت برده نکاح کن تا روز دیگر به چشمم ننما. بانک لباس و دستار را به طاق گرمابه گذاشت و بدر رفت. شاه پس از آبتنی کوتاه به بارگاه درآمد. دیوانبگی در انتظار او راست ایستاده بود. یگان حوض در گرفت که راحتم را حرام کردی؟ به سوال دیوانبگی علیک هم نگفته به تندی پرسید شاه. در نمی گرفت، تشویش نمی دادم. عذرخواهانه گفت قاضی. گپ سر آن است که زنجیر دیمرغانی صباح امروز نبیره پهلوان جهانگیر و آخانش را در مکتب گیر آورده به زندان انداخت. برای چی؟ از این خبر اوضاع شاه بیجا شد. آخان را خواهش کرده است که ولعمت سفرما را به نکاحش درآورد. آخان رد کرده است. زنجیر سر جهل به مکتبش رفته او را در بند گرفته است. تو به من گوی که نبیره جهانگیر را برای چی حبس کرده است؟ تند رفت شاه. وی به حمایه آخانش برخواسته زنجیر را زده است. همون کودک؟ آره شاهم، کس باور نمی کند. لیکن نه فقط زنجیر را، 3 نوکر دیگر را هم کوفته است. شاه به اختیار گریبان گرفت و به ناباوری پرسید. نخود چی کودکی بوده است که نوکری را کشت، اینها را کوفت؟ زنجیر در کجاست؟ در بیرون، دعوتش کن. قاضی به در رفت. شاه به قرار قدم زده نیمشونوا به تحلیل حادثه پرداخت. خیلی خوب، این سگ پیر را نابود کردن لازم. مناسب ترین پای مادر زورت را نشان می دهم. مار بچه‌ات را هم تو را هم به مالک دوزخ می سپارم. شاه از شدت غضب دست به شمشیر برد، اما از بس که در تن لباس خانگی داشت جای آن را در پهلویش خالی یافت. دیوانبگی زنجیر جلاد را به حضور شاه درآورد. شاه نیز پیشانی ورم او را که از زیر سله تا به بالای ابرو بسته‌اش هم میتافت دیده سوال کرد. کلت را به سنگ زده ای چی؟ به دیوار، پاسخ داد با کمال بدماغی زنجیر. بگذاریم. شاه زنجیر را از حال ناباب برآوردن خواست. کار خوبی کردی زنجیر بیگ. حتی کدام یک آخانک هم این آسیان را پشت و پناه خود دیده گپی درباریان را نمیگیرد. وقتی جهانگیر کیها گذشته است، لیکن وی فهمیدن نمیخواهد. شاه هم به گپ همراه شد. دیوانبگی البته گپتان درست است، ولی دشمنی با جهانگیر هم کار اندک نیست. تو چی ها میگویی قاضی؟ آتش غضب شاه یک باره علنگه زد. شرم نمیداری؟ نخود دیوانبگی من در حلقه این قدر نوکر و اکابر از یک ماهی سر سنگاو و یک کفلیسک ترسد؟ شاهم، من حقیقت را میگویم. اعتراض کرد قاضی. گپ در ترس من نیست. بیمم از آن است که در مقابل جهانگیر هیچ کس ایستاده نمیتواند. بس کن. شاه نعره بلندی زد که انگار صدا پردهش هم خراش یافت. بس، تو مرا طعنه میکنی ترسوی نابکار. تو هم چنین فکر میکنی زنجیر؟ زنجیر دو دست به کمر زد و گفت شاهم، افسوس میخورم که قاضی چنین بزدلی دارد. من با همین دستانم کله جهانگیر را کنده به دروازه قلعه می آویزم. شنیدی؟ دیدی؟ خطاب کرد محبت خان به دیوانبگی. انا این را دل و گرده میگویند. اگر تو کله جهانگیر را کنده توانی، من نامم را دیگر میکنم. گفت بازرده قاضی. نامت را دیگر نمیکنی قاضی. گفت شاه. من دانم که با تو چی کنم. اختیار تو راست شاهم. خودت از من بهتر میدانی که جهانگیر در میدانداری همتا ندارد. من چون نزدیکترین دوست وظیفه خود میدانم که تو را به کام خطر تیله ندهم. باقی تو دانی. حیرانم که برای چی دیوانبگی طرف این شور پشتان را میگیرد. از بیم آن که مبادا با این سخنان قاضی شاه را از رایش نگرداند.
زنجیر لجام گپ را به دست خود گرفت. حالا که سر وقت است اینها را محو کردن لازم شاهم. میترسم که ملا خشال بر این ملاهای بدتینت را به طرف خود کشیده شاه را بین مردم بدنام کنند. ملا خشال؟ اینش باز کیست و چی کار کرده است؟ گوش به خمار شد محبت خان. زنجیر از خم سله‌اش کاغذی برآورده به دست شاه داد. شاهم خودت بخوان و قضاوت کن، من چیزی نمیگویم. شاه کاغذ را باز کرده چشم دواند. با خواندن هر خط رویش ترشتر میشد و رنگش از خشم سرختر. این را از کجا یافتی؟ غضب‌آلود سوال کرد شاه پس از مطالعه کاغذ. از مکتب شاهم. نویسنده اش کیست؟ همان آخوان، نامش خشال و شعر هم می نویسد. تو این کاغذ را خوانده ای؟ شاه هرچی آرامتر به قاضی روی آورد. نه شاهم. بخوان. شاه کاغذ را به دیوان بیگی دراز کرد. لیکن در دلت که نشنوم. قاضی به خط ریزه زیبای روی کاغذ دیده دوخت. ملک ویران شد تو را ناموس کو، خلق حیران شد تو را ناموس کو. با قرائت همین دو مصرع اول دل دیوان بیگی لرزید تا مصرع آخر را خواند که پشتش را عرق سرد زیر کرد. اکنون فهمت رسید که آخوان و شاگردش در مکتب چی کار میکردند. دیوان بیگی بانگ زد شاه. قاضی سر جنباند و حرفی نزد. شاه سخنش را دوام داد. برای همین به آرتزول رساند که اگر جهانگیر به دربار آید به گردنش زنجیر زده به زندان افکند. قاضی خود حاضر نوکر بگیر و به وطنت هجوم کن و اسیانگران را شکست بده. در عکس حال من به جای آنها تو را به دار می آویزم. دیوان بیگی چیزی گفتنی شد ولی شاه دست برداشته اذن نداد. گپ یک تا خدا یک تا. دیگر به من خلل نرسانید که به جای آخوان هر دویتان را سر تیر نکنم. زنجیر و قاضی بارگاه را خالی کردند. در زندان میرزا عزیز چشم باز کرد و نگاهش به سقف برخورد که وسه های قیرگونش در پشت تار زخیم عنکبوت ارنگ سیاه میتافتند. تورهای غبارآلود تارتانک کوتاه و دراز قد تیر و وسه ها شلشله بسته آسمان ابرآلود زمستان را به یاد می آوردند. سرش سخت درد می کرد. انگشتان پای راستش می سوختند. او به دستانش تکیه زده از جا برخاستنی شد ولی سرش چرخ زد و سر پا نشست. خدا را شکر به خود آمدی، گفت ملا خشال که در پهلویش نشسته بود. اگر در اینجا مانیم حالت بد می شود. می برایم، حتما می برایم آخوان. در دالود آواز برآورد میرزا عزیز. حالا کمتر دیگر قوت گیرم در را میشکنم. نه بچم خام خیالی نکن، کمی صبر. بابایت البته به طلب ما می آید. از نیت میرزا عزیز ترسیده گفت ملا خشال. تا بابایم می آید که از این بوی بد دم ما می گیرد. طاقت کن میرزا، خدا با صابران است. میرزا عزیز سرش را داشت و سکوت کرد. سلح خودت را به سرم بستی آخوان. میرزا عزیز دستار را دست کرده نیم‌آواز خندید. زخمت را بستن لازم بود. دستار سرم کار داد. اگر با سنگ به سرم نمیزد مرده هاشون را رست میکردم آخوان. لیکن این جلاد مرا نامردانه زد. قوتت را بیفزاید بچم. من میدانستم که دلاور هستی ولی به این درجه جنگاور بودنت را تصور نمیکردم. علمی که این همه سال بابایم به من آموخت کار داد. چی مرد عاقل است بابام. من خیلی بیهوش خواب کردم. 2 آش پختن گذشت. وقت ما را آوردن چشت بود. حالا آفتاب سر سنگ هاست. اگر بابایم آگاهی یافته باشد همین زمان باید رسد. خدا کند که این گپ را به مادرم نبرند. این هنگامه حالا به تمام شغلان پهن شدگی است. دهان مردم را بسته نمی شود. آخوان و شاگرد سکوت کردند. میرزا عزیز حال مادرش را تصور کرده غم می خورد و ملا خشال از فرجام حادثه در تشویش بود. سکوت را میرزا عزیز شکست. آخوان به یک سوالم جواب ده. بارها از بابایم پرسیدن خواستم همه وقت چیز خلل می رساند. بپرس سید فرخشاه کیست؟ ملا خشال از این پرسش تعجب کرد و پرسید این سوال از کجا در دلت پیدا شد؟ بابایم در صحبت نام این مرد را
بسیار به زبان میگیرد. در نظر من آدم افسانوی میتابد. افسانوی نیست ولی آدم عادی هم نیست. سید فرخشاه پیر معتبر ماست. یعنی در مویش یگان تار سیاه نیست. با ساده لوحی بچگانه پرسید میرزا عزیز که پیر را به معنای اصلیش فهمیده بود. از این گپ میرزا عزیز بحر دل ملا خشال کشاد. وی اول صمیمانه خندید، پس آن دهانش را به آستینش داشته چند بار عطسه زد و گفت تار عنکبوت راست به گلویم درآمد. تفو تفو و گپش را دوام داد. پیر پیشوای دین است بچم. مردم به او اعتقاد دارند. چی کار میکند وی برای مردم؟ برای دین دعوت میکند. راست زیستن، نیکی کردن، شناختن خدا را میآموزد. میرزا عزیز گپ آخانش را خیلی ملاحظه کرد و گفت آدم عجیب بوده است. وی زور یا محبت خان؟ ملا خشال چنین سوال را انتظار نبود. دم فکر کرد و با قطعیت گفت البته سید فرخشاه زورتر است. او به دین تکیه میکند، محبت خان به گمراهی. وی زور باشد برای چی شاه را نصیحت نمیکند آخان؟ آخان به این سوال هم جوابی آماده نداشت. باز اندیشه کرد و چنین پاسخ داد بچم، شاه جاهل است. آدم جاهل نصیحت را نمیگیرد. آخان، آیا سید فرخشاه نمیتواند به شاه کتاب زور دهد که وی خواند و بدکاریش را بس کند؟ ملا خشال از سوالهای ساده لوحانه شاگردش لذت برده خندید، ولی همان دهانش را داشت. جاغ زرخورده‌اش درد کرد. البته سید فرخشاه این خیل کتاب دارد، لیکن گپ در آن که محبت خان کتاب نمیخواند. پاسخ داد آخان عجب ناآدم بوده است این شاه. نخود آدم شاه مملکت باشد و کتاب نخواند. دنیا همین خیل است بچم، گفت آخان و موضوع را دیگر کرد. باز یگان جای درد میکند. پایم میسوزد آخان. ملا خشال پای درد یافته میرزا عزیز را به دست گرفت. انگشتانت ورم کردند، نمکاب بستند در کار. سنگ تپه سرم را خراشیده بالای پایم افتید. شرح داد میرزا عزیز هیچ گپ میگذرد. تو را کجای درد میکند آخان؟ به من اونقدر مشت و شلاق نرسید. جاغم کمی درد یافت تمام. به تو خیلی جبر شد. بابا میگوید که جنگ به زخم جنگ نیست. آدم چی قدر ضربه خورد همون قدر توانا می شود. راست میگوید. خود او چی جراحت هایی برداشته است، لیکن یگان بار تن نداده است. میگوید سختترین جراحت را وقتی برداشته است که عمکم را کشتند. 1 سال تمام مدار از دست و پایش رفته است. راست میگوید بابا. عمکت چه شخص نازنین و پهلوانی بود. من وی را روشن در یاد دارم. آخان کشندهش منظرشاه نامردک روشانی بوده است. من او را البته یافته میکشم. این سخن شاگرد دل آخان را تکان داد. چه بچه جسور است. از بابا و پدرش کمی ندارد. میرزا در این باره از بابایت مصلحت پرس. کار دنیا مرکبی های زیاد دارد. چیزی که میگوید همان طور کن. چند بار پرسیدم، پاسخ درستی نداد. باز یک بار دیگر بپرس، حتما جواب میدهد. حجره بدبوی ساعت به ساعت تاریکتر میشد. آفتاب با سیاره پرحوادث زمین پدرود میگفت. از جهانگیر درک نبود. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمانی تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 19 برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.